کارمندان شعبه چهارم ریاست کوفتکوف جنایتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از یک گروه فراملی نرکبرانها که شهروندان تاجیکستان و افغانستان را در بر می‌گرفت 110 کیلو مواد مخدر نوع اشش مصادره کردند. احسان عبدالله‌زاده کارمند مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در گزارشش در برنامه تلویزیونی اخبار وزارت کارهای داخلی گفت این زنجیر قاچاق مواد مخدر در 3 حلقه علاهیده در عموم 6 نفر را فرا می‌گرفت عبارت بوده مواد مخدر را از افغانستان وارد کرده می‌خواستند از تاجیکستان به قرقیزستان و از آنجا به کشورهای دیگر قاچاق کنند. کارمندان شعبه چهارم سراول 3 شهروند تاجیکستان زیدالله‌یف بحرالدین سال تولدش 1973 ساکن جماعت زرگر در کنار شهر ایسار، رجب سلطان میرزا مرادویچ سال تولدش 1991 ساکن دیهه قلعه ایسار و خلیلوف عبدعلی جلیلویچ سال تولدش 1958 ساکن جماعت الماسی در کنار شهر ایسار را بازداشت و از آنها 50 کیلو مواد مخدر گرفتند. نظر بازداشت شده های وکیلان آنها هنوز دسترس نیست، ولی وزارت کارهای داخلی میگوید در رفت تفتیش معلوم شد که رهبری این شبکه را زیدالله‌یف بحرالدین بر عهده داشت. او با قاچاقبران مواد مخدر در افغانستان رابطه داشته است. زیدالله‌یف بحرالدین در گزارش نشر شده این اتهام را به گردن گرفته و گفت همین کار را من تشکیل کرده بودم، همین آدمان را من روی کردم به مرز افغانستان. در جریان تفتیش مقامات یک شهروند افغانستان با نام محمد عظیم ولد محمد شریف را در حدود نویه جلالالدین بلخی ولایت ختلان دستگیر کرده هنگام کوفتکوب از وی 56 کیلو مواد نشه‌دار مصادره کرده شده است. معلوم کرده شد که محمد عظیم ولد محمد شریف با زیدالله‌یف بحرالدین رابطه داشته سرچشمه تامین این شبکه با مواد نشه‌دار به حساب می رود، میگوید مؤلف گزارش در برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. این ساکن نویه امام صاحب ولایت قندوز همچنین به عبور غیر قانونی مرز نیز ایبدار می شود. مقامات همچنین عضو این گروه اودینایف آزادبک غفارویچ ساکن محله چهارتوت نویه سینای شهر دوشنبه را دستگیر کردند. از اودینایف که قبلا هم با عین جرم قاچاق مواد مخدر سود شده بود هنگام کوفتکوب 3 کیلو مواد مخدر گرفتند. باز یک نفر دیگر دولتوف امامعلی اشمرادویچ ساکن دیهه دیقون‌آباد در کنار شهر ایسار با اتهام همکاری با این شبکه قاچاقبر در جستجو قرار دارد. تاجیکستان که با افغانستان منبع اساسی تولید هیروئین، افیون و حشیش دنیا 1370 کیلومتر مرز مشترک دارد، در سالهای اخیر به یک مسیر عمده قاچاق مواد مخدر افغانی تبدیل یافته است.